الان سوالت اینه که چرا برای رسیدن به خواستمون هرچی بیشتر تلاش میکنیم دیرتر میرسیم، درسته؟ در حقیقت وقتی که زیاد تلاش میکنی معمولا از روی کم بوده که داری تلاش میکنی، یعنی داری میگی الان ندارمش، الان هنوز اتفاق نیفتاده یا چرا نمیاد، و جهان دقیقا همون ارتعاش رو جواب میده. در بعض وقتی یه خواسته ای داری، بهترین کار اینه که ریلکس بشی، بذاری انرژی خواسته قبل از هر چیز در ارتعاشت شکل بگیره. وقتی حالت خوبه، وقتی حس سبکی و آزادی داری، در واقع داری با نسخه خواسته شده خودت هماهنگ میشی. آبراهام هیکس میگه اجازه بده خواستت خودش به سمتت بیاد، لازم نیست دنبالش بدوی. پس هر وقت حس کردی داری زور میزنی، یه نفس عمیق بکش، برگرد به حالت آرامش. همین حالتو بهتر میشه، خواستت شروع میکنه به حرکت کردن به سمتت. پس جوابت اینه که تو نباید بری دنبال خواستت باید بیاد دنبالت.